سلام توتونای گنگ، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم با هم دیگه بریم باز ویدیوهای سمی اکسپلور رو ببینیم، پاره شیم با هم. ممنونم بابت کامنت های قشنگتون، حمایتتون، انرژی که بهم میدین باعث میشین هر روز تلاش کنم ویدیوهای بهتری براتون بسازم. مرسی که هستین عشقا. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اون زانگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدیدی که میذارم جا نمونید. ماچ به کلتون. ما پسرای تهرانی قبل اینکه چیزی مد بشه ما مدش میکنیم. ساری جون ما پسرای تهرانی یه فاپا نمیشه واسه خودمون داریم. ساری خب من قربون اون سیبیلای خوشگلت برم. تهران انقدر خوب داره به شما چاقالا نمیرسه خودتون رو جزو خوبای تهران به حساب بیارید. شما فعلا ویدیو رو قطع کن، برو به بوتاکس تو زاویه فکت برس، حالا بعدا راجع به چیزای دیگه مذاکره میکنیم با هم. منو دردی که تو سینه است ببین، حالم پریشونه، چیکار کردی تو با قلبم؟ بیا انقدر مسخرش کردین دیگه رفته تجهیزات حرفه‌ای گرفته به صورت تخصصی بین تو حسابمون. من فقط نمیدونم چرا جدیدن تیک پیدا کرده اینجوری اداهای عجیب در میاره. بدترین کادویی که گرفتید چی بوده و اکی بوده؟ یه 207 سفید از پارتنرم گرفت. این بده؟ آره دیگه دوست نداشتم رنگشونی که می‌خواستم. ببین چه نبود. سرویسی داری قرمز باید 207 خریده. تازه نازم کردی. بدترین کادویی که گرفتید چی بوده و اکی بوده؟ حقیقتا من با یه شخصی رفته بودم دیت و خیلی سفارشمون زیاد بود. ایشون به هوا این که برن کادو رو بیارن یهو پیچیدن، رفتم مجبور شدم خودم حساب کنم. کادو هم بهتون ندادم درسته؟ نه دیگه متاسفانه حساب کردم و من رفتم دیگه. میتونم بپرسم چقدر کارت کشیدید؟ حقیقتا 3500. سرا زرنگ شدن. مرسی. به خدا ما پسرا زرنگ نشدیم. ما اگه خرجم میکنیم واسه دختر داریم هزینه اون اتفاقی که میفته رو میدیم، منتی فردا روز سرمون نباشه. حالا مثلا دخترها فکر میکنن زرنگن دارن اما میکنن. زرنگی اونا نیست، دست و دلبازی ماست. ممنون از آقای همتی که تو این سن همچه خونه‌ای رو واسه فرزندش گرفته. آقا واقعا ازش ممنونم. خواهش میکنم. من قول داده بودم به پسرم که اون بچه الان چی میفهمه؟ چه قولی بهش داده بودی؟ با اینجا که واقعا همه چی داره دیگه براش بگیرم و یخچالشو پر کنم براشو، فقط لذت ببره از زندگی. همین واقعا عالی. من پینت اینجا رو هم بهتون نشون بدم. واقعا عالیه. اگه اینا دوران کودکی حساب میشه من فکر کنم تو اصالت بزرگ شدم. آقای همتی اگه این ویدیو رو میبینی منم به فرزند خوندگی بگیر، پسر خوبیم. خدا ازت نمیگذره. تو هستم 21 سالم و امروز اومدم عمل پروتز سینه انجام بدم. اصلا استرس ندارم، خیالم خیلی راحته چون به دکترم خیلی اعتماد دارم. عمل تموم شد. خب عمل عالی داشتم، حس فوق العاده. همین الان عمل تموم شده. عالی بوده. پروتز چند سی سی بود؟ 400 سی سی. والا ما هیچ جوش کوچیکی بیشتر ندیدیم. چه عملی کردی؟ حالا اینا رو ولش کن. حالا مطمئنی عمل کردی؟ من اسم میکنم بیشتر داشتی میشدی. بس دیگه. به چشام نگاه نکن، اسیرم میشی. دیر گفتی، اسیرت شدم. دختر خانمای گل دعوا نکنید، یه جوری با هم دیگه حلش میکنین. بالاخره کنار میای موضوع حل میشه، به همتون میرسه. یه جوری تقسیمش میکنیم که مشکل پیش نیاد. خیلی با معرفتی، خیلی با مزه‌ای. آقا سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. 1 تومن دارم، میخوام تو بخش طلا سرمایه گذاری کنم. 1 میلیارد؟ 1 میلیارد بابا، آقا 1 میلیون پول نقده. آخه با کسب قیز کن. کسب قیز میکنم. اصلا ماشین حرفا چیه؟ بیا این 500 تومنش برای خودت، من با 400 تومن اینا رو بهت میدم.
اینا رو بهت میدم با 400. با 400 تومن. اینم بهت میدم با 100 تومن الباقیشم بیا بند. الان با 1 تومن به ماچ هم نمیدن، چه برسه به طلا. این پسره رو کلا دوست دارم من، کلیپا خفنی میسازه، ایده‌هاش خیلی باحالن، بعد لهجه شیرینی هم داره، به دل میشینه کلا. سلاح اصلی اینجاست، حالا توی برو شمشیر بخر، اصلا تو با تانک بیا بچه خوشگل. اون سلاح اصلی که تو ازش حرف میزنی مال خیارداراست، نه شیاردارا. واژن خانومم خیلی زشته، طوری که بیشتر از یه بار نمیتونم بهش نزدیک بشم. چرا؟ مگه چجوریه؟ هم چروکیده است، هم سیاهه و خیلی هم استخونیه. داداش تو مطمئنی با آدم ازدواج کردی؟ اینا چیه تعریف کردی؟ من پشمام مونده، خودم ریختم. مال آنابل هم اینجوری نیست که داری تعریف میکنی تو. اصلا نداریم همچین موجودی که اینجوری باشه. به نظرم طلاق بگیر فرار کن. خودت هم به روانشناس نشون بده. بله امپراتور، بله حتما. همیشه کسایی که اومدن محتوا بزنن یا بنز داشتن یا BMW. یعنی حتی تو بیرون هم میبینی یکی بو میزنه یا میاد میفته دنبالن، یا بنز بوده یا BMW. مثلا یه لامبورگینی، یه چه میدونم، یه چیز بهتری. آرزو بر خرابان عیب نیست. ببینید بچه‌ها، رابطه یک روزه وان نایت رل به حساب نمیاد. اگه رل به حساب میومد الان اون بیزیای خیابون اندرزگو 365 تا دوست پسر داشتن برای یه سالشون. هیچی نگو نمیخوام صدات بشنوم. واژن گشاد به چی میگن؟ کی اصلا میگیم واژن گشاده؟ ما دهانه ورودی واژن رو بچه‌ها تو حالت معمول نباید بتونیم ببینیم. اگه ورودی واژن دیده بشه توی آینه که نگاه میکنین یعنی درجاتی از گشادی واژن داریم. شاه علامت گشادی واژن چی بوده که اومدی به خاطرش پیش من؟ موقع نزدیکی یا موقع بلند شدن و نشستن خروج گاز از واژن. راست میگی. راست میگی. خب دیدی گفتم راست میگم. خروج گاز از واژن، خروج توده از واژن یا احساس وجود جسم خارجی داخل واژن، اینا همه علامت‌های گشادی واژن هستش. این دیگه اصلا اسمش واژن نیستش که، پالایشگاه پتروشیمی ماشاءالله. تا اول چیکار کنه کنسل؟ اگه مامانش برسونتش جانم. کنسل. شاید هنوز خیابونا رو بلد نیست. It's none of my business. وای چقدر بانمک بودن این دوتا. من با این سنم موقع نهار میشینم با بسفنجه نگاه میکنم حوصله‌ام سر نره. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. خوشگل نیست داری، خوشگل نیست داری بخندی. داداش ما خوشگل دوست داریم، ولی این بیشتر شبیه چالو چولو های جاده خاکی های اطراف تهران بود. گورخر خطاش حتی کمتره. یه 2 تا رو جا خالی میدادی حداقل نخوری. پسر دارید؟ نه اکس دارید؟ دارم ولی آدم خوبی نیست. به نظر چرا؟ شما چه پسری کنسله؟ پسری که دیت اول بگه نریم خونه کنسل. پسری که بگه نریم خونه؟ آره پسر بعد دیت اول جربوزه داشته باشه بگه بریم خونه. یه ذره بیشتر توضیح میدی، من گیج شدم. وا خب پسر باید پررو باشه، باید میدونی باید مرد باشه، بیاد بگه دیت اول باید بریم خونه همونا. اینجوری پسر پررو دوست دارم. کار جمع کن، باید کار رو جمع کنه. دیت اول باید بیاد خونه؟ چی شده زمونه عوض شده؟ حالا داداش چرا انقدر سوال پیچش میکنی؟ داری میگه چی کارم دیگه؟ ازدواج کنی مهریتو بذار 10 کیلو تلک، موقع طلاقم مهریتو بذار اجرا، وقتی هم که خواست بیاد به تحویل بده لوش بده، بگیرم ببرم پدرشو در بیار. فکر کردی زرنگی؟ ما پسرها زرنگتر از این حرفاییم. حالا من اگه بودم یه 300 گرم هم سفید میذاشتم خونه بابات که حداقل اگه منو لو دادی همچین بلای سرم آوردی منم باباتو بفروشم، با این فرق که من بعد چند سال آزاد میشدم ولی باباتو. مدلینگ صورت پری خوشگلم مبارکتون باشه. عشقم از کجا اومدی پیش ما؟ من از شریف اومدم آستان گیلان پیش مبینا جان. قربونت بشم. راضی بودی از خدمات؟ خیلی عالی بود، همونی که میخواستم شد. دست گلت در نکنه، واقعا کاربلد و حرفه‌ای هستی. قربونت بشم. یه فومن تسلیت. ایشون مدلینگ مناطق محروم هستن، صورتش هم دست بچه های مهد کودک مناطق محروم بوده،
همینجوری براش خوشگلی چیز در آوردن. سلام دوستان، بار جدید ناموس کفتار رسیده، برای سفارش دایرکت بدین. تازه رسیده بار جدیده. لاشی من فکر کردم انجیر خشک اولش. چیپس و پفک مگه بار جدید رسیده؟ آقا من واقعا راجع به این ناموس کفتار چیزی نمیدونم. یعنی واقعا کفتار رو میکشن واسه همچین خرافاتی؟ کسی میدونه تو کامنت ها ناموسم بگه. لیسی هم میزنه. یعنی ببین حول بودن، لاشی بودن به حیوونا هم سرایت کرده. تو حیوان درنده ای، الان باید جر بدی، تیکه تیکه کنی. حالا ما بودیم به 48 روش سامورایی پارمون میکردین. دوستان که مریتون چقدر باشه؟ 1379 سکه بهار آزادی نقد. من خیلی دوست دارم فمینیست باشم و از خانم حمایت کنم. یه چیز دیگه میخوای بگو، تعارف نکن. شیربهار هم که داری؟ چه خبره؟ مهریه به نظرم حق هر خانومیه، اما نه اینقدر معقولانش. 40 تا خوبه دیگه. چه شبرومی هست. 40 تا هم زیاده، ولی با این وضعیتی که الان سکه‌ای که من داشتم میومدم پیش شما دلار 60 بود، الان میگم 65 66 باشه. خب تو این وضعیتی که هر روز سکه قیمته، شما چطوری از یه جوون میخوای تو این مملکت که به شما 1378 کی میره این همه راهو؟ این دیگه ازدواج نیستش که، کاسبیه. اسمشو فقط گذاشتن ازدواج، زای شیک‌ترش کردن. این دخترها همون بیزیایی کنار خیابونن، فقط یه ذره اینا لاکچری ترن. اسم خودشونو گذاشتن پرنسس مامان بابا. اونی که کنار خیابونه قبول کرده کارشو، اینا ولی گردن نمیگیرن. ببخشینو امیر داداش این در حمومه یا شیشه 206؟ چیکار میکنی؟ دختره رو مثلا میبری به اسم لونه زنبور شهدشو میکشی بیرون؟ امیر رو دارن پیشرفت میکنن و این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. دخترها بعد گریه کردن تصمیماتو بزرگ میگیرن، پسرها بعد چه کاری تصمیماتو بزرگ میگیرن؟ عزیزم ماشاءالله تصمیمات شما انقدر بزرگ بود که ما تصمیمات خودمون یادمون رفت کلن. ماشاءالله تصمیمات خیلی بزرگی هم داری. دچار اختلالات شدید شدم مثلا من. ستون دارم شدید به مدت مدید. خداحافظ. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.